مهاجرت قبل از اینکه بیام اینجا من مهاجرت کردم استانبول. 3 سال استانبول زندگی کردم. یه بارم از اسپانیا ریجکت شده بودم به خاطر کرونا. یه قدم خیلی کوچیکی از ترکیه جلوتره مجارستان، یعنی با اروپای غربی فرق داره. خیلی جاها اپلای کرده بودم و فقط از اینجا جواب گرفتم. تا جایی که میتونن دنبال یه تخصصی برن، گول این حرفا رو نخورن، پولشون رو از دست ندن. احتمالاً تا الان راجع به برنامه بدون سانسور میدونید. هدف اصلی برنامه بدون سانسور کمک به افرادیه که میخوان مهاجرت بکنن. میتونی دانشجوی بورسیه دکترا باشی، میتونی تولید کننده محتوا برای پلتفرم‌های مختلف مخصوصا اینستاگرام و یوتیوب باشی و در یک کشور اروپایی مثل مجارستان درس بخونی و زندگی کنی و هدف‌های بزرگ خودتو و همینطور مهاجرت به کشورهای دیگه اروپایی رو توی برنامه داشته باشی. امروز میخوام با امیر صحبت بکنم، کسی که میتونه خیلی حرفاش کمک بکنه به شمایی که هدف مهاجرت رو دارید. برای همین اگه فکر میکنین این برنامه برای شما مفیده، حتما لایکش کنید، به اشتراک بذارید برای دوستای دیگه‌تون و کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که بتونین برنامه‌های بعدی ما رو اولین نفری باشید که می‌بینید. مطمئن باشید این برنامه و حرفایی که امیر میزنه میتونه کمک کننده باشه به شما. همراه من باشید با امیر. سلام امیر. سلام. خیلی خوشحالم که امروز باهاتم. ممنون از دعوتت. خب به نظرم میاد خودت بگو اصلا که کارت چیه، چی کار میکنی، چه جوریه تا من شروع کنم ازت سوال پرسیدن یا خود معرفی کن در واقع. من اینجا دانشجوی دکترای مدیریتم. بعد عرضم به خدمتتون که 2 سال اینجا. بعد کارم هم کانتنت کریئتوره توی تولید محتوا. فارسیشو سعی کن بگی. چشم. تولید محتوا انجام میدهم برای اینستاگرام و یوتیوب و اینا، برای خودم، برای چنل خودم. و برای حالا بلش بذار میرم جلوتر سوال میکنم. متولد چه سالی هستی؟ 67 و چی شد که تصمیم گرفتی مهاجرت کنی؟ مهاجرت قبل از اینکه بیام اینجا من مهاجرت کردم استانبول. 3 سال استانبول زندگی کردم. بعدش به خاطر شرایط بعد ترکیه هم تصمیم گرفتم که بیام اروپا. بعد دیگه دوست داشتم که هم دکترامو بخونم و همین که خب سفرامو ادامه بدم. اهل سفر. اشکالی نداره یه ذره ازت راجع به ترکیه سوال بکنم؟ جالب بود واسم که گفتی شرایط خوبی نبود. خیلی از ایرانی‌ها تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن مقصدشون میشه ترکیه. و چرا برای تو خوب نبود ترکیه و چی شد که اونجا نخواستی بمونی؟ ببین ترکیه من اولش که داشتم میرفتم خیلی شرایطش بد نبود، خوب بود. رفته کم کم این شرایط متأسفانه شرایط ایران شد، تورمشون خیلی زیاد شد، قیمت خونه ها و برق و گاز همینجوری میرفت بالا، بعد حقوقا خیلی درصد کمی میرفت روش. بعد دیگه دیدم خب گفتم من که دیگه دارم دوری رو تحمل میکنم، یعنی مهاجرت کردم برم یه جایی که شرایط بهتر باشه. یه پله اومدم بالاتر. کارت چی بود در اونجا؟ اونجا هم همین کارو انجام میدادم؟ اونجا که برای خودم برای پیجم همین کارو انجام میدادم، ولی اونجا مدیر بازرگانی یه شرکتی بودم. کارمون واردات و صادرات. و از همون ترکیه اقدام کردی برای مجارستان یا برگشتی ایران؟ نه برگشتم ایران، از ایران اقدام کردم. با چه شرایطی، چه جوری پیدا کردی مجارستان؟ چی شد اصلا به مجارستان رسیدی؟ بورسیه مجارستان رو دیدم اتفاقی. بعد مدارکم آماده بود، تز دکترامو نوشته بودم، مقاله داشتم، شروع کردم سرچ کردن و نامه زدم به استادا تا اینکه اینجا یه استاد پیدا کردم و با ایشون صحبت کردم و بورسیه رو قبول کرد و گفتش که بیا. من میخوای کافیتم بخوری وسطش اگه بودش بگو من یه ذره صحبت کنم تایم بخرم برات که بتونی. نه اوکی. خب و بذار ازت سوال اینجوری بپرسم که لحظه‌ای که رسیدی به مجارستان، اون چیزی که میخواستی، اون چیزی که تو ذهنت بود واسط وجود داشت؟ یعنی تو ترکیه بودی، میخواستی یه لول بری بالاتر، یه جای بهتر، و موقعی که رسیدی این حس رو میگرفتی از مجارستان؟ آره میگرفتم. اولش خیلی حالم خوب بود،
بعد اینکه خب خیلی وقت بود میخواستم بیام اروپا. یه بارم از اسپانیا ریجکت شده بودم به خاطر کرونا، دور کرونا بود. آره پذیرش هم داشتم ولی ریجکت هم کردم. اولش خیلی خوب بود، آره فکر میکردم که با اون چیزی که خیلی وقت میخوام رسیدم. بعدش هم برم. آره حتما بگو، من یه جایی قطع میکنم برمیگردم جون میکنم، راحت باش، هر جوری راحتی بگو. آره خوب بود، ولی الان بعد از 2 سال احساس میکنم که خب یه قدم خیلی کوچیک از ترکیه جلوتره مجارستان، یعنی با اروپای غربی فرق داره به نظر من. ولی مسیر تو وسط ساده تر کرده، خیلی ساده تر کرده. خب همه اون جایی که دوست داشتم برم و تقریبا کل اروپا رو گشتم تو این 2 سال. بالاخره ویزا نمیخواست، کارت اقامت داشتم، از این بابت ها خیلی خوب بود، خیلی کمکم بود. و اینکه خب خیلی از کارهای درسم هم انجام داده بودم جلوتر، خیلی جلوتر بودم از همکلاسیام و دیگه زیاد، یعنی اوقات فراغتم خیلی زیاد بود و همه رو سفر رفتم. خب حالا دوباره برمیگردم یه ذره عقب‌تر به لحظه‌ای که رسیدی مجارستان و رفتی دانشگاه و ماجرا اینطوری. اون چیزی که باز از لحاظ درسی دارم میگم، اونجا مجارستان رو پرسیدم، الان درسی رو میگم، یا از لحاظ دانشگاه دارم میگم، اون چیزی که تصور میکردی وجود داشت؟ فکر میکردم خیلی لولشون بالاتر از این حرفا باید باشه، ولی نه اینجوری نبود. یعنی حتی لول چیزشون، سطح زبانشون پایینه به نظر من. با لهجه خودشون صحبت میکنن، خیلی هاشون انگلیسی صحبت نمیکنن تو دانشگاه. مثلا دفتر اینترنشنال خیلی هاشون انگلیسی صحبت نمیکنن، یعنی دانشجوی اینترنشنال میره نمیدونم که چجوری باید بهشون برسونم که مثلا برچسب کارت دانشجویی من عوض بکنیم، اشاره میکنم. یعنی با زبان اشاره و پانتومیم جلوی. متاسفانه سطح علمی دانشگاهیشون خوبه، ولی خب بیشتر همونجوری که نسبت به این تجربه 2 سال میگم، کل اروپایی‌ها چون زبان خودشون رو دوست دارن، هر کشوری زبان خودش رو خیلی دوست داره، انگلیسی رو ترجیح نمیدن. مثلا همشون سعی میکنن اکثر مقاله هاشون رو تو ژورنال‌های خودشون چاپ بکنن، به زبان خودشون چاپ بکنن. این مشکلات هست. اوکی. و چند تا دانشجوی اینترنشنال داریم؟ من هم دوره‌ای من کلا 4 تاییم. 4 تا. چینی، یه نفرشون چینیه، یه خانم چینیه، یکی دیگه‌شون آذربایجانی، یکی دیگه‌شون از تونس. و به عنوان یه خارجی آیا مشکلی واسط وجود داشته توی دانشگاه؟ توی دانشگاه زیاد نه حقیقتش، ولی تو سطح شهر چرا آدم نه اینکه مشکلی اونجوری که مثلا فکر بکنی بخواد مشکل خاصی باشه، نه، ولی خب این که متوجه میشی که اینا دوست ندارن غریبه بیاد اینجا. همین رو واسم تعریف کنی، اتفاقا مهمه. ببین تو این تو این ترما و مترو و اینا قشنگ متوجه میشی از مردم. خب بالاخره 70%شون جواب سلامتو نمیدن، نگاهت نمیکنن یا نگاه خیلی سنگینی بهت میکنن. بعد با هر کسی که هم صحبت میشه اولین چیزی که ازت میپرسه چرا اومدی مجارستان، برای چی اومدی مجارستان، کی میخوای بری. اینه احساس میکنم زیاد راحت میگیری. 100%. خوبه، یعنی خوب که نیست، جالبه. و اتفاقا به دلیل اینکه نوع کارت طوریه که بیشتر بیرونی، بیشتر با مردم شاید در ارتباطی، جای مختلف و دیدی، کشورهای مختلف و با قول خودت خیلی از کشورهای اروپایی رفتی و دیدی، این حس رو تو کدوم کشورهای اروپایی کمتر میگیری؟ اسپانیا که اصلا نگرفتم این حسو. شاید چون خیلی علاقه داری بهش اینطوریه، نه؟ خیلی خونگرمن. نه یعنی یه طرفه به قاضی نمیرم، خیلی خونگرمن. اوکی. مثلا وارد چالش باد نمیشم ولی اوکی بهش هم مشکلی نیست. ولی مثلا یه هتلی هستش که تو مادرید، من هر وقت میرم مادرید میرم اون هتله، حساب کن مثلا بغل دست هتل یه سوپرمارکتی هست، مثلا تا به حال شده من 4 بار 5 بار رفتم اونجا. الان دیگه طرف منو به اسم میشناسه، حال احوال میکنه به زبان اسپانیایی، من یه مقداری بلدم، در حد آدو بلدم. بعد مثلا میاد صحبت میکنه چه خبر، کی اومدی. ولی اینجا الان 2 ساله من مثلا یه سوپرمارکت میرم، یه آدمو میبینم هنوز سلام به هم نمیدیم. یعنی این چیزو برای من به وجود نیاورده، هنوز یه جور برخورد میکنیم که انگار من تو رو ندیدم تا حالا نمیشناسم. خیلی خوشگل. چقدر عجیب. این قسمتش عجیبه واسم، چون خیلی این تجربه رو نداشتم و واسم جالبه که تجربه داشتی. چقدر فکر میکنی تو این 2 سال مسیرتون مسیری بوده که میخواستی که طی بکنی، یا فکر میکنی که شاید مسیرت اشتباه بوده و جور دیگه ای طی میکردی؟ ببین نه، من احساس میکنم که 100% تو همون مسیری هم که واسش برنامه ریخته بودم. مهمترین چیزی که اومدم اینجا اول از همه این بود که دکترامو شروع بکنم.
بعدش این بود که سفر برم که جفتش هم الان به اون حدی که میخواستم رسیده. یعنی الان یه ماه دیگه امتحان جامعه همه، از همکلاسی همون 3 نفر دیگه که گفتم فقط من تونستم درسامو پاس بکنم و مقاله چاپ بکنم، آماده امتحان شم، بقیه اجازه ندارم. بعد 6 ماه دیگه این کارو انجام بدن. بعد با اینکه بورسیه ایم، اینا الان باید واسه 6 ماه دیگه مثلا 1 میلیون فورینت پول پرداخت بکنم به دانشگاه، به خاطر اینکه سر تایم نرسیدم به امتحان. ارزم به خدمت حدود 2700 یورو. آره 2700 یورو. بعد واسه سفرام چون خیلی میگم برام مهم بود، اکثر اون جایی که دوست داشتم برم و رفتم، حتی چند بار مونده 2-3 تا کشور، این رومانی و لیتوانی و از اینجور کشور، اونا رو هم برم دیگه. تقریبا به قول همه جای مارکوپولو اروپا بودیم. منظورم از محبت نیست دیگه، کوله بار رو بستم. یعنی اگه همین الان اسرائیلیت دنبالم میگم آمادم. دور از جون. ولی منظورم در واقع این بود که الان فکر می‌کنم خودت هم داری همینو میگی، یعنی اگر برگردیم به 2 سال پیش دوباره همین مسیر رو انتخاب می‌کنی، مجارستان انتخاب می‌کنی، یا ممکنه که بحث عوض بشه جای دیگه با توجه به دیتا یا اطلاعاتی که الان داری؟ نه جای دیگر انتخاب می‌کنم. کجا رو؟ غرب رو بیشتر انتخاب میکنم. حالا از انگلیس گرفته، هلند، بلژیک، اسپانیا. و مسیرش اون موقع واسط باز بود که بتونی انتخاب بکنی؟ مسیرش باز بود برام. اسپانیا پذیرشمو گرفتم ولی تو سفارت ریجکت شد. خب میشه مسیر بسته دیگه. منظورم از باز بود که بتونی بری ولی تصمیم گرفتی به جایی که بری اونجا. مسیر بسته بود دیگه. حتی اگه من مجارستان رو می‌خواستم بیام، تو اون تایم کرونا نمیشد. یعنی اون تایم همه مسیرهای دنیا بسته بود. آره. پروازا کنسل بود و اینا. نه اون تایمی که تصمیم گرفتی بری مجارستان و برای مجارستان اقدام کردی و شد، آیا میتونستی جای دیگه بری و انتخابت مجارستان بود؟ نمیتونستم، چون خیلی جاها اپلای کرده بودم و فقط از اینجا جواب گرفتم. یعنی اولین جایی که جواب گرفتم بعد از اسپانیا گفتم همینو میرم. فقط چک کردم ببینم جزء اتحادیه است که بتونم راحت سفر بکنم. دیدم آره اومد. بسیار خب. الان تو اینجایی که هستی آیا درآمد داری از کاری که انجام میدی؟ نه فقط دلیه، اون چیزی که دوست داری انجام بدی، کاری که دوست داری انجام بدی. و چقدر سخته، چقدر راضی ازش، چقدر خوشحالی باهاش، با کاری که انجام میدی؟ خیلی یعنی به نظرم دیگه اون کاریه که دوست دارم انجام بدم. آخه خیلی جداست. من حداقل اینطوری فکر می‌کنم، یعنی احساس می‌کنم دانشجوی دکترا یه آدم درسخونه، یه ذره خشکه اونطوریه، بعد از این طرف کسی که داره محتوای تصویری اینطوری میسازه یه ذره آدم هنریه، علاقه‌مند به سفر، گشت و گذاره. میدونی یه پارادوکسی این وسط وجود. نمیدونم، شاید آدمای درسخونی که من دیدم معمولا آدمای خشکی بودن. نه الان گفتم کارامو خیلی قبل‌تر انجام داده بودم، اینجا زیاد درس نخوندم، سفر کردم، کارام آماده بوده. مثلا اینا می‌خواستن تا این تایم، تا 2 سالت که تموم میشه 2 تا پیپر چاپ کرده باشی، مقاله، من 3 تا چاپ کرده بودم. آدم خشکی نیستم کلا. خب ولی همون دیگه، شما به هر حال اون دوره رو که گذروندی تو ناخودآگاهت یه آدم درسخون خشکی اینطوری میتونی باشی دیگه، ولی اصلا فضای حسیت فرق میکنه. یه ذره که نه تمایل هنری رو داری، عشق جهانگردی شاید به نوعی میتونم بهت بگم هستی. و این هنر تو خونمه. پدرم استاد موسیقی، تار، ستار، تنبور. خواهرم تابلو میکشه، استاد نقاشی، معماره. بعد پدرم خودش استاد نقاشی، رنگ روغن کار میکنه. آره یعنی خانواده هنرمندی. بله. برادرم کلانچه کار میکنه. من خودم هم مثلا موقعی که 15-16 سالم بود کلاس پیانو میرفتم. فقط کلاس میرفتی؟ یعنی الان دیگه نه، همون تایم میرفتم و دیگه زیاد تو مود چیز نبودم، موسیقی نبودم. ترجیحم عکاسی بود. آره عکاسیات هم دیدم، یعنی کارات هم که دیدم واقعا دوست دارم. خیلی زوایای خوبی رو میتونی انتخاب کنی. حالا من به عنوان یه آدمی که یه کوچولو شاید دوست داشته باشه هنر رو، دوست داره هنره، این حس رو میگیرم که خیلی کارات خوبه. و الان توی این نقطه‌ای که هستی، بین 1 تا 10 به خودت چه عددی میدی اگه بخوای به خودت یه عدد بدی؟ 10 میدم. 10 میدی به خودت؟ آره به خودم 10 میدم. از بابت زحمتایی که کشیدم و میگم آدم خودشیفته نیستم. نه کاری ندارم، یعنی الان همه چی زحمتایی که کشیدم و به اون هدفایی که میخواستم دارم تو اون مسیر میرم، 10 میدم به خودم. خیلی اولین نفری هستی که اینو میگه، اولین نفری هستی که نمره کامل رو میده. یعنی هیچ چیزی بالاتر از این برای خودت تصور نمی‌کنی؟
این یه نکته است دیگه. یعنی وقتی داری به خودت 10 میدی، یعنی من چیزی سقفی بالاتر از این ندارم، روی سقفم وایسادم. تو مسیرم بعد تو مسیر مثلا شما حساب بکنی از توی دونه مثال میزنم کانال داری رد میشی، من احساس میکنم که تو مسیر اون کارهایی که باید انجام میدادم و بهش میرسیدم و الان رسیدم بهش. بعد احساس میکنم خب همین حالت باید ادامه بدم تا درسم تموم بشه و به هدفهای دیگه برنامه ریزی که کردی درست بود. یعنی من باید تو این نقطه تو این تایم تو این نقطه میرسیدم رسیدم. دقیقاً. تو مسیرم قرار گرفتم. خب تا حالا شده واسط یه اتفاق جذاب یا شاید یه ذره تهمایه کمدی داشته باشه، حتی یه اتفاق عجیب غریب واسط بیفته تو خارج از ایران، حالا میتونه مجارستان باشه یا هر کشور دیگه ای؟ آره ترکیه که تا دلت بخواد، ترکیه تصویری میبینیم جوکار رو. خب خیلی زیاد. من خودم بچه زنجانم، یعنی کرج به دنیا اومدم، مادرم تهرانیه، پدرم اصالتا کرده، ولی خب به خاطر کار پدرم زنجان زندگی کرد. البته خودم زنجانی میدونم، ولی چون که ترکیه مقداری مثلا ما بلدیم، با ترکیه خیلی کم شباهت داره و یا میتونیم خب خیلی چیزا رو ما متوجه میشدیم و اولش رفتیم راحت‌تر بوده برای ما. بعد اینکه خیلی چیز بوده دیگه، خیلی خنده دارن، خیلی روکن. مثلا خیلی کلمه ها رو تو فارسی ما میبینیم مثلا میخوایم استفاده بکنیم، خب یک کلمه رو یه ذره مؤدب‌ترش رو داریم که توی جمع میخوایم استفاده کنیم اون کلمه رو میگیم، ولی خب تو ترکیه اینجوری نیست. طرف مثلا همون کلمه‌ای که چیزا همونجا میگه تو جمع. دیگه بیشتر نمیدونم چجوری بازش بکنم. من فکر کنم متوجه شدم فرمال صحبت نمی‌کنم. آره. خب غیر از ترکیه چی؟ مجارستان که چرا به نظر من ذری پوشیشون یه مقدار پایینه و این خب یه مثلا با یکی از دوستای مجاریت میری کافه یا میری یه جایی، بعد از در کافه که میای بیرون بعد خیلی هول میشن که ما کجا بودیم، هی مرمار نگاه میکنن کجا باید برگردیم خونمون، انگار علامت سوال باره سرشونه. شاید چیزی خوردن اونجا که بعد نه کافه، من خودم زیاد اهل چیز نیستم که بخوام بار و اینا برم، نه کافی خلاف سنگینم ولی منظورم همین کافیه. کلا ذری پوشیشون نسبت به ما واقعا پایین‌تره. بعضا دعوت میکنم یه روز بیا کافه که هست یه موضوع اینجوری هم با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم، چون من یه اتفاقی واسم افتاده که ضایع شدم راجب این قضیه که ذری پوشیشون پایین‌تر از ماست. حالا الان خیلی بازش نمیکنم که اونجا صحبت داشته باشیم راجبش، برای همین فکر میکنم که موضوع جذابی میشه که ذره چالش کنیم و اتفاقا چالش که نه، حالا حداقل برداشت خودمون و چیزایی که دیدیم راجبش ذره صحبت کنیم. فکر میکنم موضوع جذابیه که برای خیلی‌ها میتونه قشنگ باشه. و خدمت عرض کنم که اگر خودت رو بخوای توی یه کلمه یا یه جمله خیلی کوتاه معرفی بکنی، یا بهتر اینطوری بگم که بگی یعنی مثلا یه چیزی راجع به خودت بگی که اگه توی جمع باشیم و اون کلمه رو بگیم همه میگن راجع به امیر صحبت میکنی، چی میگی راجع به خودت؟ اکثر دوستان بهم میگن مارکو پولو دیگه، شاید از این بابت مثلا حرف از سفر اینو بیفته یاد من بیفتن، چیز دیگه فکر نکنم. منظورتون خصوصیت اخلاقی؟ بیشتر آره، بیشتر البته اینم خوبه ها، یعنی این نشون دهنده یه بخشی از در واقع شخصیت توئه که دوست داری سفر بری و ماجرا اینجوریه، ولی آره اگر خصوصیت اخلاقی باشه یه چیز شاید جذاب‌تری باشه. اخلاقی خیلی خاص نمیدونم، شاید دور و بریام باید بگم. حالا دور و بری خودت چیزی که از خودت برداشت داری؟ شاید یه کمی زودرنجی. شاید آره. این چیز اتفاقا سوال جالبی بود. حالا بهش اینجوری فکر نکردم. آره خیلی جالب شد برای خودم، یه چالنجی شد برای خودم. شاید کمی زودرنج باشم ولی سخت کوشم هستم. مشخصه. یعنی از حداقل چیزی که دیتای اطلاعاتی که ازت گرفتم الان به نظرم میاد که میتونه سخت کوشی هم بشه. در مورد زودرنجیت نمیدونم، اطلاعاتی ندارم، برای همین اون خودت بهتر میدونی. ولی اینطور تصور میکنی که اگر توی جمعی بگن مثلا خصوصیات یک نفر هستش که سخت گوشه و زود رنجه، به تو اشاره میشه، به امیر اشاره میشه؟ آره. احساس میکنم راجع به باید یکم بیشتر رو خودم فکر بکنم، در واقع خودم رو کار بکنم. میگم اولین بار بود. چی باعث شده توی ذهنت این زود رنجیت به وجود بیاد؟ یعنی احساس کنی آدم زود رنج؟ یه لحظه الان که شما گفتی یاد چند تا چیز افتادم، بعد احساس کردم که زود رنج. توی این
در واقع محتوایی که داری میسازی تا حالا شده همین برای میخوام برسم به این زودرنجی اتفاقی بیفته یا مثلا داری این کارو انجام میدی یه چیزی بهت بگن یه اتفاقی بیفته که اصلا از اون برنجی و نخوای این کارو انجام بدی؟ آره شده. تعریف کن مثلا. خب کامنت های زیادی میگیرم توی اینستاگرام. بعد حالت بلاگر نیستم، اینفلوئنسر نیستم که مثلا این اون دوستامون که تازه مثلا یه جای مهاجرت میکنن هیچ اطلاعاتی ندارن شروع میکنن بچه اینجا 2 جوب هست میدونستی از این جوب رد چین ور چمن هست. اینجوری نیستم. اینو گفتی الان که کامنت ها بیاد. آره. خب مدلم کلا عکاسی فیلم برداری، سعی میکنم چیزهای قشنگ هر کشور رو نشون بدم. چشم قشنگی ها رو میبینه. مثلا میگم خب الان دیگه همه تو ایران میدونن خب اروپا خیلی تمیز نیست، خیلی جاهاش که هر کثیفه نمیرسن زیاد، یعنی خود مردمشون هم اوکی هم با این قضیه به نظر من. بعد مثلا من اینا رو نشون نمیدم تو پیجم یا اصلا زیاد نمیام تو پیجم صحبت بکنم بگم بچه‌ها امروز میخوایم بریم اینجا، مثلا میرم سفر میکنم توضیحاتی که باید راجع به اون جایی که دارم تصویرش رو شیر میکنم توضیحاتش رو براشون مینویسم. مثلا میگم اینجا از سال فلان بوده، برای چی ساخته شده. بعد بیشترم از اول چون به زبان انگلیسی نوشتم توی پیجم دیگه الانم همونه، چون الانم بیشتر کارامو چون اکثر پیجای اروپایی شیر میکنن مجبورم کپشن و همه چیزو به انگلیسی بنویسم که اونا متوجه بشن که این عکس کجاست، برای چیه، چجوری گرفته شده یا حتی فیلمو. یعنی اون حالت اینفلوئنسری ایرانی رو ندارم. خب اینو متوجه شدم. الان داشتی اینو گفتی که کامنت های منفی گرفتی. کامنت های منفی خیلی باعث شده. مثلا رفتم پاریس، جاهای خیلی خوب و ترتمیز رو نشون دادم همونجوری که سیستم پیجم اینجوریه. چرا اومدن میگن اگه راست میگی برو اونجا رو نشون بده که موشا تو خیابون میره. مثلا من به نظر خودم سعی کردم قسمت مثبت رو ببینم، ولی خب آدمایی هم هستن که دوست دارن چیزای منفی رو ببینن، مثلا مو رو از ماست بکشن. توی صحبت‌های خودت هم همین جوری یا یعنی من به نظرم میاد داره وارد چالش میشه میخوام نشه. به نظرم میاد که یه جاهایی نه آخه مدل این برنامه اینطوری نیست، ولی یه جاهایی به نظرم میاد خودت هم آدمی هستی که به شدت ریزبینی و نکات منفی رو هم میبینی، یعنی اتفاقات منفی رو هم میبینی، اما توی چیزی که میخوای نشون بدی، یعنی توی تصویری که میخوای به مردم نشون بدی دوست داری زیبایی رو نشون بدی. درسته. درسته. 100% درسته. خب پس دیگه خیلی وارد چالش نشد. درست گفتم. کاملا درست گفتی. آره. رشته‌تون روانشناسی؟ نه ولی روانشناسا رو دوست دارم. خب من خیلی موضوع خاصی واسم نیست، فکر می‌کنم خیلی سریع ولی جامع راجع به همه چی ازت پرسیدم، خیلی خوب و روک راحت همه چی رو صحبت کردیم. هر چیزی فکر می‌کنی خودت توی ذهنت هست دوست داری راجع بهش حرف بزنی خوشحال میشم بشنوم. اگرم چیزی نیست مخاطباتون چیزن دیگه بچهای ایران هم هستن که میخوام بیشتر. آره بیشتر واقعیت اینه که مخاطبای ما بچه‌هایی هستن که یعنی افرادی هستن که توی ایرانن و تصمیم به مهاجرت دارن. یکی از کشورهایی که شاید بیشتر تصمیم داشته باشن، حالا البته طبیعتاً اینه که میچرخن بستر یوتیوب به جایی که پخش میشه بیشتر کار و خدمت عرض کنم که از همه جا میبینن، ولی معمولش چیزی که ما دریافت کردیم اینه که بچه‌هایی که مقصدشون بیشتر کشورهای اروپاییه و دوست دارن بدونن کسایی که در این کشورها دارن زندگی میکنن، کار میکنن، درس میخونن، چه داستانیه، چه اتفاقاتی واسهشون هست که شاید کمک بکنه بهشون که بتونن اون مسیر بهتری رو انتخاب بکنن. اینه. من یه صحبتی باهاشون دارم. حتما خوشحال میشم. میخواستم بهشون بگم که اگه ممکنه تا جایی که میتونن دنبال یه تخصصی برن، یه کاریو در حد تخصص یاد بگیرن، حتی شده کارهای عملی یا کارهای چیزی که بتونن اینجا باهاش کار پیدا بکنن و اینکه حتما زبانشون رو تو به سطح خوب برسونن بعد بیان. الکی نه یعنی اینجا هزینه بکنن مثلا 10,000 یورو بیان اینجا که برن دوره زبان، ولی خب مثلا میرن یه جایی که میبینن طرف خودش زبانش خوب نیست. بعد یه ایده خیلی غلطی هست که به ما توی ایران میگن، به خود منم اینجوری میگفتن که شما ورود بکن توی کشور از اونجا برو جای دیگه. به نظر من اینجوری نیست، اینم دروغه. یعنی منی که الان میخوام از اینجا برم مهاجرت بکنم دوباره به یک کشور دیگه، وقتی شروع میکنم و اپلای میکنم انگار از ایران دارم اپلای میکنم. یعنی براشون زیاد مهم نیست شما کجا زندگی میکنی، از شما میپرسن که خب پاسپورتت مال کجاست، اهل کجایی. من مثلا پاسپورتم مال ایرانه، اهل ایرانم.
انگار دارم از ایران اپلای میکنم براشون. یعنی اصلا اینجوری گول نخورن که شما بیا برو 1 سال توی کشوری، مثال میزنم رومانی برو، صربستان برو، یه جای دیگه برو، بعد از اونجا بیا برو آلمان. به این راحتی ها نیست اصلا. خواستم بگم گول این حرفا رو نخورم، پولشون رو از دست ندن، یه خورده سخت گوش باشن، زبان تا میتونن یاد بگیرن و اینکه تو اروپا هر کشوری میخوان برن زبان اونجا رو حتما باید یاد بگیرن. حالا اگه جلوتر وقت دارن، فرصت دارن، زبان اون کشور مقصدشون هم یاد بگیرن، خیلی به نفعشون، خیلی جلو میافتن. دمت گرم. یعنی این از اون چیزاییه که کاملا نکاتی که گفتی درسته و تمام تلاش من حداقل به شخصه و حالا بچه‌ها و همکارای دوستایی که دیدی یه سریاشون هم که همین الان پشت دوربین ما هستن، اینه که بتونیم در واقع کمک بکنیم به همین نکات رو برسونیم و همینی که از به جای اینی که مستقیم گفته بشه، گاهی اوقات اینه که از زبان آدم‌هایی که دارن زندگی میکنن حداقل اینو رو بشنون و خودشون اینو دریافت کنن و اینی که تو خیلی روی خودت میای مستقیم این حرفا رو میزنی. این سختی‌ها رو کشیدم. آره. میخوام اینا نکشن، چون الان هممون تو شرایط بعدیم بالاخره تو ایران، میخوام که این پولاشون از دست ندن. دقیقاً. خودشون اگه زبانشون خوب باشه، حالا بر فرض مثال مجارستان هم میان، خودشون برن کاراشون رو انجام بدن. دقیقاً این نکات کلیدیه که دمت هم گرم که گفتی. ممنونم که وقت گذاشتی امروز با من باشی. شما لطف کردید. خیلی جذاب بود و من فوق‌العاده دوست دارم که با هم دیگه توی برنامه کافه کست باشیم، یه ذره با هم دیگه بازی کنیم توی گفتگو. آره حتما، منم همینطور و اینی که ان شاءالله کارهای دیگه هم با هم دیگه انجام بدیم و حتما جلو بریم. دمت هم گرم. خیلی خوشحال شدم. منم ممنون از قربونت. مرسی.